امروز 2 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوعها رو داریم. امام علی رحمان برای کمبودی‌های جدی رئیس فرودگاه دوشنبه را از وظیفه برکنار کرد. به کرسی خالی شده خویش پرزیدنت تاجیکستان نشست. وقتی از در راندند به دست عروبه گرفت. سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بار زندگی خانواده‌اش را میکشد. مرد که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونست، او سون که نداره مرا نگاه بین نکردن بیرون درم تکیان. اهالی را کوچ دادند. ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقام‌هایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کار فرودگاه و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مالیوی و کمبودی‌های جدی را نگفتند. از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی اسمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود؟ امام علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین الله شریف زاده مدیر آژانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید دبانها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مذکور روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرین و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان که به این چاره‌بینی دعوتی بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد. از بهترین بانوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند. نوابسته از آن که در این معرکه از آزادی بیان گفته میشد، تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل عهدهدار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهدهداری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست. در مهمانخانه سیرین و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای یوسفی موضوع را ادامه می دهد. مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانا روبرو کود می باشد. یکی از قضیه‌های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب‌ها میباشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم سردبیر پای که با اتهام‌های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است. در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لطوکوب تهدید بدنام می‌کنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سدهای جدی روبرو می‌شوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو می‌شوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفاکنی مطبوعات می‌باشد. دوزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه
شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی واسطه اخبار آمد در تاجیکستان متشنج‌تر می شود. در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخبار عامه نگرانی عمیق کرده شد. زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی می باشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند. سازمان‌های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای طرز و رکود رسانه‌ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده‌های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل و غیره را اجرا کنند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه درباره زنی به شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفی که باری سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهر معلولش را با عرابه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و اشک در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دچار چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت می‌دهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسوف می‌بینید. کودک 1 ساله پیش و شوهری کم توان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارهش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عرابه‌کشی می کند. شوهرش نیز عرابه‌کش است. زن و شوهر زاده ناحیه میر سعید علی همدانی اند که 1 سال بیشتر از به دوشنبه آمدند. اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صدبرگ ده تا یک پدوال در زندگی میکنم. هیچ شرایطی نداشت، گویی موش میکرد. نفس کشیدن نمیتونستم. نصیبه و جهانگیر همسالند. هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. 2 سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسور و خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند. مردک اینوالید بود کارکای ساز نمیتونست. گفتد او سون که نداره مرا نگاه بین نکردن بیرون ندارم کگیان. 1 بار سراغ نکردن که تو در چی حالتی؟ بعضی روز کودک گریه کده آورده در همیجا عروبه کشیدگیم. کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلاسکا خوب. نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابه‌کشی نکند. برادران میگه که نه که ما خیلی نکنم گردن کج کی میرم تو که در ینگه میرم. ینگه 1 روزه 2 روزه میوردارد 3 روزه میگه هر کس برای خودش بروه. پشت در کی میرم. این ملاحظه ها نصیبه را واداشته است که در بازار بیاید و عرابه‌کشی کند. کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاص مردان است و زنان کم دیده میشن. تا چند کیلو بار میتونین برداشتید؟ امی چند عربه برای هم قدر بار میکنم. نصیبه میگوید عرابه‌کشی واقعا برایش سخت است اما به خاطر که سرنوشتی تلخش دچار فرزندش نشود تحمل میکند. خیلی چیکار کنم اکا جان؟ شبی درست میانم میسوزد، روزی درست میان درد میشن با گریه و ناله میکنم. خیلی چیکار کنم؟ عیبم شاید کراوچی نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سوچ شدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری کی میرم کی میکنم. نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در 1 روز از عرابه‌کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند. باقی پول را برای خوراک و توابت هر 3 مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد. ما فکر میکردم که همه چی میشم خوشبختی را میکنم.
من قبل میخواستم که فرزندانم صاحب یک خانه شم. بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همه ساله بیش از 500,000 تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب ماندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند، اما ظاهراً سربندهای سنی تاب آوردن نمی‌توانند. مردم هم می‌ترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می‌شود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم را محمد وفا رحمتزاده تقدیم می‌کند. مقامات ولایت قزاقستان شمالی می‌گفتند که برای همگونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخش که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی‌دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگر ناحیه قزلجر در شبکه‌های اجتماعی نواری سربندی را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان میگویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم میسازند. کاری که مسئولین ما کردند، ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوک گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش راه هیچ چیز را گرفتن نمی تواند. بهار سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی به گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حداقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است. بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردند. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمان متمدن آرامانه راه می کردیم. وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است، اما آب به مرکز ولایت شهر پتروپاولوسک نزدیک می شود. بعضا در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم اوشونه است. اوشونه یکم در زیر آب است. حتی تریزه هم دارد. در همین حال اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای اشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آب انبار تقریباً 10 دهه از جمله پتروپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست. و از 1 ماه فرودگاه ونوکова با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع می‌کند. در این باره ایرینا ولت سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. با تاکید او مویت آزمایش از آن عبارت است که مهاجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکو و ولایت ارنبورگ باید عکس و ایزی انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکova استفاده می‌کنند و هفته جاری تقریباً 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با این مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. در روزهای آینده برای شما صورت خوب می‌خواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک شما.